سلام. خیلی خوش آمدید. قربانش. اگه لطف کنید خودتون رو برای مخاطبین ما معرفی کنید خیلی ممنون میشیم. به نام خدا، دکتر طاهره سلیمانی هستم، مدیر عامل شرکت بازرگانی جام جهان نما اسدی، رئیس کمیسیون سلامت کانون زنان بازرگان تهران و همینطور بازرس کانون زنان بازرگان تهران و رئیس کمیسیون بازرگانی و بازاریابی اتاق مشترک ایران و گرجستان. عمده فعالیت من صادرات به کشورهای اروپایی و از جمله آلمان هستش که محصولات سوپرمارکتی رو به اروپا صادر میکنم. خیلی هم عالی. نظرتون در مورد همایش چیه؟ این چنین همایش‌هایی میتونه کمک کننده هست به کسب و کارها؟ قطعا همینطور خواهد بود. من نوعی که سالهاست دارم این کار رو انجام میدم و محصولات رو به اروپا صادر میکنم، اصلا آشنایی با این بخش نداشتم. حالا دیروز به طور اتفاقی برای من دعوتنامه اومد و اینجا دعوت شدم به این همایش و به نظر من این میتونه اون حلقه گمشده‌ای باشه که شناخت بیشتری داشته باشیم از بازار ایران و معرفی کنیم برندهای برجسته ایرانی رو به کشورهای اروپایی. درسته. به نظر شما حجم صادرات ما با تولیدات داخل همخوانی داره، همسویی داره؟ نه، قطعاً صادرات ما خیلی کم هستش. درسته که قطعاً با توجه به اینه که همه دارن بحث تحریم ها رو پیش میکشن، ولی چون نیروی کار تو کشور ما بسیار ارزان هستش، اکثر کشورهای اروپایی به ویژه تمایل بسیار زیادی دارن که از کشور ما خرید کنن و ما به راحتی میتونیم محصولاتمون رو به کشورهای اروپایی صادر کنیم. همون کاری که من خودم میکنم و سعی میکنم که با برندهای ایرانی این کار رو بکنم. درست. فرمودید که همخوانی نداریم بین تولید و صادراتمون. به نظر شما چه کار میشه کرد که این خلا پر بشه و ما حجم صادراتمون رو بالا ببریم؟ قطعاً یکی از روش‌هاش شناخت بازارهای هدف هستش. معمولاً توی این زمینه تو کشور ما خیلی کم کار شده و متاسفانه داریم به حتی بازارهای رقابتی قبلی رو هم از دست میدیم. کشورهای همسایه ما حتی در بعضی از موارد با این حالی که محصولات تولیدیشون کیفیت محصولات ما رو نداره، ولی به دلیل اینکه خیلی جامع و قاطع قدم برمیدارن و به معرفی خودشون میپردازن، در این راه خیلی موفق‌تر از ما بودن متاسفانه. خب فرمودید که ما داریم بازارها رو از دست میدیم، علتش رو اگه بفرمایید ممنون. یکی از دلایلش عدم شناخت بازارهای هدف، یعنی اصلا ما جایی رو نداریم که یک آموزش ببینم و حتی تحقیقات بازار انجام بدن و یا این تحقیقات رو که انجام میدن در اختیار تولید کنندگان ما انجام بدن. به نظر شما دیجیتالی شدن میتونه یکی از این موارد باشه؟ خیلی میتونه کمک بکنه. میدونین اکثر مواقع شرکت‌های ایرانی که تولید کننده محصولات غذایی هستن معمولا حالت جزیره‌ای عمل میکنن. من فکر می‌کنم این خیلی جمله جامعی باشه. هر کس جزیره‌ای عمل میکنه، فقط به فکر برند خودشه و فقط فکر میکنه که خودش باید جا بیفته و این مسئله باعث میشه که کشورهای دیگه شناخت آنچنانی از محصولات ایرانی نداشته باشه. اما من خودم موقع صادرات تاکیدم روی اینه که برندم با نام ایران صادر بشه و این کارو میکنم. خیلی هم عالی. خیلی ممنون وقتتون رو در اختیار ما. اگه نکته‌ای هست که فراموش شده بفرمایید. نه، فقط اینی که میخوام که همکاری بیشتری بین اتحادیه‌های مختلف و تولید کنندگان و همینطور فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور و یا عمده فروشی‌های مواد غذایی کشور وجود داشته باشه. من فکر می‌کنم، من همینجوری که داشتم اینجا از اون چند لحظه که وارد شدم داشتم فکر می‌کردم که در اتحادیه مواد غذایی باید یک دگرگونی‌های خاصی صورت بگیره و به راحتی این ارتباطه برقرار بشه و بتونیم بازارهای ایران رو به عنوان بازارهای برتر جهانی معرفی کنیم. خیلی هم عالی. ممنون وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. سپاسگزارم. من متشکرم از شما از دعوتتون.